خب بازم یه روز دیگه ای رو آغاز کردیم با هم دیگه، ولی این سری تو این هوای برفی فوق‌العاده آخر پاییز. هوا بی‌نظیره و همین باعث میشه انگیزه‌ای برای کار کردن باشه. قهوه صبحمونم خوردیم و داریم به کارا رسیدگی میکنیم و لحظه شماری برای تموم شدن روز. اینجا هم دارم کیکای خونگی که مامان دیشب درست کرد و میخورم با چای شیرین. چقدر چسبید، جاتون خالی. به 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 به. و در کنارش فاکتور میزنم. و دیگه وقت ناهاره و ترجیح دادم ناهار رو سبک بخورم، سوپ. اینجا هم که دیگه راه برگشته و برف رو زمین نشسته و چه هوایی شده، چه آب و هوای عجیب غریبی شده و درخت ها اصلا همینجور برف. چقدر خوبه اینجوری، زمین ها داره یخبندون میشه. شبش هم تصمیم گرفتم بیام یه چیزی بخورم و تو این هوا خداییش میچسبه. من سوسیس گرفتم و بلال و یه ذرم لبو. همه‌شو من نخوردم، با کسی اومده بودم و خیلی چسبید. جاتون خالی. برای شامم که قطعا تو این هوای آش رشته فوق‌العاده خوشمزه مامان‌پز میچسبه.